درود خدمت همه عزیزان جان. بچه‌ها به چنل خودتون یعنی زدوانتری خوش اومدید. من پویا هستم. امروز اومدیم که آموزش نصب تیم اسپیک روی اندروید و ویندوز رو داشته باشیم. واسه اندروید زیر 13 اگر اشتباه نکنم فقط قابل نصبه چون کرکیه. بعد واسه ویندوز هم که همه جور قابل نصبه و میتونید لذت ببرید. واسه iOS و اندروید بالای 13 هم که میتونید از اپ استور و پلی استور خریدارش بکنید. یکی دو دلار باید باشه اگه اشتباه نکنم. آقا بریم سراغ آموزش. من روی اندرویدش رو LD میخوام بهتون آموزش بدم. لینک دانلود رو فایلاشو بچه همه رو توی کانال تلگرام میذارم براتون. همش توی لینک ها توی دیسکریپشن و کانال تلگرام توی دیسکریپشن هست، میتونید استفاده بکنید. واسه اندرویدش از سایت تهران گیمینگه. اینو میزنیم نصب میشه، نصب شد، میریم داخلش. خب بچه واسه اندروید شما وارد اپلیکیشن که شدید پایین نوشته نشانه جدید، این رو میزنید. اسم سرور xboost.ir و آدرس سرور این آی پیه که توی دیسکریپشن و چنل تلگرام گذاشته میشه، سرور خودمونه و رمز سرور نداره. این تی جی اندروید اسمتونه بچه، نیک نیمی که میخواید باش شناخته بشید و رمز و اینا هم که نداره و سیف. اینو که زدید شما هر موقع اینو بیاید داخل برنامه و مثلا یه دونه بزنید روش، بدون قند شکن هم که باشید وارد سرور میشید. حالا من اینجا جوین شدم. بعد یه نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که این چشمه رو این پایین میبینید، اینو بزنید. خب کسایی که تو وایس های مختلفن واسط نمایش داده میشن. حالا حالتهای پوش و تال کویناش هم دیگه از توی تنظیمات و اینها میتونید خودتون فیکس کنید، میکروفون لمسی و این داستانا. فارسی هم هست. این از آموزش گوشیش. ما دیگه بلی پلی رو ببندیم. خب بچه قبل از اینکه بریم سراغ آموزش نصب تیم اسپیک پی سی، من اسپانسر سرور رو بهتون سایتش رو نشون بدم. xboost.ir که فعلا هاست داخلیش مشکل داره، چند روز بعد از ضبط این ویدیو درست میشه بچه‌ها. فعلا باید با اینترنت بیاید داخل ثبت سفارش بکنید، ولی قیمتش به شدت فوق العاده است. ویو توییتر و تلگرام و داستانا، ریاکشن فیک و اینا، حالا دیگه من ذهنم یاری نمیکنه. فالوور رو این داستانا، قیمتش بچه به شدت عالیه. چه ویو لایو، همه چی داره دیگه، همه چی داره، هر چی بخواید این تو هست. میتونید بیاد استفاده کنید، لذت ببرید و بریم سراغ آموزش نصب تیم اسپیک. بچه‌ها میتونید تو گوگل سرچ کنید سافت 98 TS، همین سایت اول میتونید تیم اسپیک پی سی رو دانلود کنید. اگر هم میخواید که تو دیسکریپشن گذاشتم و تو چنل تلگرام فایلش هم هست. ولی خب اگه خواستید میتونید از اینجا بیاید. این نسخه 64 بیتی رو، حالا بسته به سیستمتون شاید 32 باشه، نسخه 64 بیتی من دانلود کردم، 111 مگابایت. این نسخه اندروید هم که این پایین هست کار نمیکنه بچه، بعد نگید چرا چیز کردی. از تهران گیمینگ گذاشتم، از اونجا استفاده کنید. واسه اندروید دانلود که کردید یه همچین فایلی بهتون میده، 113 مگابایت. اینو اکسترکت کنید، میرسید به این رمزش هم ساخت 8 تا تایاره دیگه، خودتون استادید. میرسید به اینو بزنید نصب بشه. بدو. خب این که بالا اومد، ای وای بستمش دوباره. اینا دیگه نکست دیگه، اکسپت نکست رفت، تموم شد. خب این که حالا بالا اومد واسهتون، واسه جوین سرور دادن دو تا راه دارید بچه. یا میتونید کانکت رو بزنید، جای یه بار این چی باز شد، بسته شو ولفش باز شد. یا میتونید کانکت رو بزنید که اسم سرور رو بزنید xboost.ir و حالا نیکنیمی که دارید و تق میتونید کانکت بشید. این هیچ. ولی از بوکمارک استفاده کنید بچه. بوکمارک میخواید استفاده کنید، چجوریه؟ منیج بوکمارک رو میزنید، بعد یه دونه اد بوکمارک میزنید، یه نیو سرور اضافه میشه. نیو سرور اسمشو بذارید xboost.ir. فلج شدم امروز. این Z13 نیکنیمتونه. بعد سرور نیم رو ادرس این آی پی رو میزنید و آی پی رو توی دیسکریپشن میذارم براتون، یا حالا هر سرور دیگه ای که میخواد بچهای کلان این آی پی رو بزنید و دیگه همین دیگه چیزی نداره. اپلای اوکی. خب شما اینو که اد کردین، بعد هر موقع که تی اس رو باز میکنید های همچین صفحه یه دیگه راجب مشکی شدنش هم بهتون میگم. ایکس بوست رو میزنید، میاد توی این وایس، حالا هر وایسی دلتون بخواد میتونید جوین بدید. بچه‌ها هستن، بچه‌های کلان هم میتونن بیان این بخش تی سی او 5 تا وایس ساختیم و دیگه.
حالا کسی میخواد بیاد مستقیم دیگه اینجا نیاد، مستقیم بیاد توی اینجا توی تی سی او جوین بده، تو چنل یک مثلا جوین بده. شما چیکار میکنید؟ اون بوک مارکتون ادیت بوک مارک میزنید و این گزینه این بیل که پیام کوچولوی تیک داره بغلش، اینو بزنید، این چنل یک اینجا اد شه، اپلای اوکی. دیگه هر موقع هم تی اس رو باز بکنید، اینو که بزنید تق میاد داخلش، ایزی تو همون چنل یک اومدید. و راجع به نویز کنسلینگ و ایناش هم بخوام بهتون یه توضیح ریز بدم، آلت پی رو اگه بزنید از اینجا از تولز بیاد تو آپشن، تو بخش کپچر این مودش رو این بذارید، بعد این سه تا تیک رو بزنید و دیگه این بیلک هم روی -30 تا -10 باشه. ورودی مایکتون هم دیگه خودتون میدید، اپلای کنید، اوکی کنید که نویز و بک و این داستانا رو هم فیکسش کنید. دیگه چی داریم؟ راجع به بلک کردن بک‌گراند، من فایلش رو توی چنل تلگرام براتون میذارم بچه‌ها. تو این چنل تلگراممون این فایل دارک رو میذارم، اینو میتونید بگیرید و بزنید لانچش کنید و صفحه تیم اسپیکتون مشکی بشه اینجوری که دیگه عذاب نکشید. بعد راجع به این تهران گیمینگ تی اس آن بلاکر هم میخوام بهتون بگم، بعضی سرور ما اینجوری نیست. بعضی سرورها اینجوریه که هی پیام بلاک بهتون میده، فکر میکنید مثلا ساب سرور شما رو گذاشته تو بلاک لیست، ولی نه اینجوری نیست. این فایل شما رانش بکنید، آنتی ویروستون خاموش باشه، این فایل شما رانش بکنید، وقتی تی اس تون رانه اینو بزنید مشکلتون حل میشه و دیگه اون پیام واسهتون نمیاد. هم اینو هم تم دارکش رو توی چنل تلگرام براتون میذارم، میتونید بزنید و لذت ببرید. تقریبا همه چی رو گفتیم، میکروفت تا یادتون نره. خیلی مخلصیم، مرسی که تا آخرش با ما بودید و تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار. خداحافظ.